کنی رفته اونجا سو را بیارید. شد دامل مراد. کمیسر مراد، کمیسرم. بفرمایید دوکو جان. امر کنید کمیسرم. در اینجا یک سوال جوره. کمال سیاه در اینجا نباشه با قپا. سوال خوب. بچه ها چرا شما از کمال سیاه میترسید؟ تنها ملیس را دزدیده به اینجا میارید. باید دختر نقابدار رو یابم. کنی روید. رفتیم سمی. من اینجا باشم نترس. شوکت. ما چرا ملیس رو میدوزدیم؟ کاری چی اوکا؟ هر جا ببینی پچقتا نخلان؟ اما با پیش. چی نگاه میکنی ها؟ باستگی شتا نکنم. گم شو. نرموده چه؟ باز این ابله مرا نرموده میگوید. کنیست؟ شما کی هستید ها؟ چرا پیشی رو هم رو گرفتید؟ این پهل بزرگی کدسته. ببین اکا چی میگوید. بیا اینجا بیا نگوید. ایستا کدام. ایستا ساری پامن نگو رزید. اینجا بیایید جزایتون رو میدهم. ایسته. ناعهده براها. یگان کار از دستتان نمیآید. یک ملیس را دزدیده نتوانستید داخل. کمیسرم بخشیش همین سر در خدمتوی مسلم کمتر پر خورده. برایم دویده نتوانستیم. کمیسرم این دفعه نقبیدیم، دفعه دیگر میقپیمش. و چیه قزیقی؟ سمی بیا برایم بقپیمش که نسلنش پری. او را دستگیر کرده میاریم. روید تیز گم شوید. یک بار دیگر رو برویم براین جزایشان رو میدهم. کانیستو. السلام علیکم اوکا. شما نغزمه؟ باز شما هستید ها؟ باز ما. این دفعه کمال سیات هم دیگه ترای دست خلاص کردن نمیتونه. من چرا از اینها میگریختم آخر؟ مشق هایی که از زینب آموخته بودم اینجا استفاده میبرم. خودتون خواستید آخر. لبت کو. آی کالین ککالین کمایا ککالی. اینجا نیفه؟ لطبسم در دروازتون آچا من رایی کنم خانتون. اگر تو من رزنی من خفه بلمن. شما مرا مسخره کرده ایستادید ها؟ چه؟ هوا یفتی. او دارو خوددار. بیدیم شکار را بیدیم. چی شد برزگوه ها؟ باز دوری میکنید ها؟ چی شده؟ کاش این حرکت رو نمیکردم. باز دارید. همش از پشت شما شد. افلاس ها. شما روزتون رو میبینید. کنی یک بار دیگر رو برویم برایت. انا با شما. کنی خزید شوکت بخیز در جایگاه خودمون بخوابیم. خیز خزید از جایتان. بسم الله. کنی آی سارمی. از این حال مردنتان بهتر است. نخواد ملیس شما را زند. به خدا همینجا همه ما را میزنه. خیلی اشتباه بودیش که پشت ما مساج نکرده بود. نه این خیلی نمیشود. یکم چیزی دیگر باید فکر کنم. دیدی ما باز شتا خوردیم. چرا دوست داشته دیگر کس را با چشم بد نگاه میکنی؟ هجری؟
این صدای مؤذن نیست؟ با فکرم اوست. با خدا که اوست. رفتیم بینیم. کاری کردت رو بین؟ این مگر با تو مزباد؟ ما باز تو رو مردک فکر میکردیم. جنگاور؟ دامادم؟ هجری؟ مرا گوش کن جنگاور. چی میگوی؟ از دوست داشته من دور میشوی. آن دختر عروسی من است. دیگر تو رو در نزدیک نبینم وگرنه احوال تو بد میشود. اینم خیلی هجری گپ زن. ای این مؤذن دیوانه تیار شده است کو نمیفهمم. با خودش باوری دارد از برای خدا. جنگاور پسرم با تو دروغ میگوید. با صنم نامزد نیستند. او را زن پسرم زن. ساساتا نگو چمن. چرا او را زند؟ هجری پسرم کنی تو با خانه برو. از او شتا خوردنت لازم نیست. پروا نکنید پدر جان. حاضر جزای جنگاور را داده زود میآیم. شما چای دم کنید چای نوشی میآیم. گوش کن جنگاور. آخران بار میگویم دیگر تو را در اینجا نبینم. از دوست داشتم دور میشوی وگرنه تو را بسیار سخت میزنم. تو رو دوست نمیدارم. دیگر دوست داشته تو نیستم. جانی شیرین اینقدر جنگ مکن. از برای جنگاور شده دلتنگ مکن. من حاضر او را لط و کوب کرده دوباره دلی تو را به دست میارم. جنگاور رو لط و کوب میکرده است. ای جنگاور پسرم او چی ها میگوید؟ بزن او رو زن. حرکت شوکت رو ببینی یا خدا تو. که شوکت؟ هیچ خیلی پری اومد. بچه ما هم در وقتش مشق کردگیم. زوری بدیه که گفتم که غیر اعضای بدنم در کجای میفوره زدم بگی. فهمیدی؟ جنگاور هجری رو نزن التماس. تنها رو کمی بترسون و خلاص. دخترم تو چرا کردور میشوی؟ بگذار کمینی خوب زن تو رو. جنگاور زن پسرم زن او رو. جنگاور ایست هجری رو نزن. سختی بد زدم که شوکت. یه بچه استا بزن نوفون در کرد. همون دیگر نمیزنم. از این پس با عقل شو جنگاور. با تو چی گفتم جنگاور؟ از اینجا دور میشوی دیگر تو رو در نزد دوست داشتم نبینم. فهمیدی؟ کنی اینجا بیا. باورم نمیوید. هیچ جنگاور زاده سوداست مگر؟ نه جانم این غیر امکان است. چه مؤذن جنگاور رو میزده است. هیچ این خیال شده نمیتواند. عجایب. هجری باز بزن جنگاور رو. بزن باز هم بزن. چقدر ما رو دوست داشتنت رو نشان بده. پروا نکن جانی شیرین. اینش برای تو. آدمی پس. طاقت کن پسرم. حاضر میآیم. هجری تو برادری همه که اومدن یه مشت دیگه در اون بزن. فهمیدی؟ مایلش تمام که شوکت. کمی اومدن برای که ما دولین پس شد. نه حالا نه اومدن. همه که اومدن قرصق من با قفو در طی فکم یه تا بزن. تمام. انا این خیلی استو. نه در این طرف نزن که دندونم پلمبا دوره نشکنه. ای طرف زن. تمام. ایستا که. الان کینو هندی بزن بشکن نرسه. ای بچه هجری سخت دیستان. از دوست داشتم دور میشوی. چند بار با تو گویم؟ هجری شوکت شو رو از روسی زده است دوست. او آدمی پس. ناباکن. ابله. آدمی پس. حیوان. آدم نیستی تو. هجری ای بچه استا بزن ما شوکت مخی نکشیمه. خوب است که شوکت. دا گردم زدی ای. اومدم دومودم. اکه شوکت. نمورا که شوکت. تو کی رو میزنی ها؟ کی رو؟ دومودی من. ای دومودم خیس. تو رو سخت زد.
پسرم ای خیلی ای پسرم بیا دامادم بیا ای جانی من ای دامادم حیوانی سختی بازدی ای دیده ایستاده قادر چخل دامادم اون رو زد است وحشی حلالت باد هجری رحمت پدرجان تشکر یعنی در تو قوه ایمان اونقدر بسیار بود است که جنگاور و میزده حلالت باد پسرم آیده چه ای قادر نمیشنوی مگر دامادم اون رو زد است دامادم اون رو به خدا زنک جان باز نرنج از جنگاور چی خیل شده کرد یا خدایا اکنون این خیل شد قادر بله همهش در نزد چشمانم شد آخر جنگاور رو زدی هجری از این پس مرا تو خودت نجات میدی نه نمیشود نه من تنها یک داماد دارم مرا تنها داماد خودم نجات میدهد او داماد جانم دامادم خشتا من بوسته کنم شما نغزمی درست می؟ شوکت؟ جنگاور شوکت بود است؟ شوکتم ها همینش نمی رسید جنگاور اکه شوکت بوده است کنی بینم ای اکه شوکت این کار به تو میزباد ای بستایب هر دوی شما کی؟ قادر گوش کن هر دوی اینها یک جای شده فکر کردند که ما را فریب میدهند استغفرالله در شب روشن تهمت میکنن این درست است هجری؟ نه مایده چم حاضر میفهمونم چی رو میفهمونی؟ کنی نقل کن چی رو میفهمونی؟ کوکو خب کنین بینیم همه آدم چی میگفته باشه؟ تمام او هیری به خدا گپ ندارم همه کسی خاموش باشه ایره یا آدم میفهمونه سیم آدم ما خودش میجای سمی چرا مرا فریاد دارد آخر یا خدای توبه لبای شام بخیر به همه اپای چمن جان بابای قادر شنیچه چخیل این جنگاور شوکت بود است مگر چی شد باز من نفهمیدم موندم باز جاروب بچه ها را بود دسترشون به جاروب نزن که بیعقل نشوند نه با کجا زد همینجا یعنی این طرفه بتخلی میقپم ام خی سوخته کدیسته یا خدای توبه چی میخندی؟ همه خنداوره بیعقلی تو؟ نجای من میبودی که چمن یادو جارو بود میزد انا با میدم حالتا مایلش اینو برای هجری دیلم سوخت با خدا یعنی سنم نامزدی رو برهم داد برادر چه خیلی آدمی خوب هستی از دلسوزی بسیار مثل شام سوخته رفته استی خیلی دلسوزی ایقه میخندی چیکار کنم خنداور است خنداور میگوده خنداور خودت یک افتی خونه که آینه به نگاه کن افتی خونه که درگوه یک بار خطبین با مرا بخند چی شد از به حال من تو چیکار کردی استی ای چی حاله میگه که باید زینب رو نجات میدادم رفته عالم رو نجات دادم این حالت رو زینب دیده رشک برده است زینب با این رشک برده باز زبید با زینب رشک برده است رنگی کنوی این دیسک کدیسین که چی در داری تو؟ چی خیلی چی در دارم برادر همش رو نقل کردم کو مرا گوش کن تو هم زینب دوست میداری چی؟ بس کن چرا دوست میداشتم من
تنها زهرایم را دوست می‌دارم. بیا سفسطه نگو که دوستش می‌داری ها؟ شوکت بس کن آخر. در اصل تو گناهگار نیستی برادرم. دختر زیبا است آخر. شوکت من زهرا را دوست می‌دارم، تو نمی‌فهمی. دختر چه خیل کرده باشد که موفق شده است؟ با چی موفق شده است؟ از قلب تو نام زهرا را تازه کرده به جایش نام خودش را نوشته است. نه. چه خیل نه؟ چه خیل نه؟ بدبخت که ادبی گاز زدم خیال تا که من ترا نفهمیده استم. زهرا میگی میری او شگاب میپرتوی چی میگویی شوکت بیعقل؟ چی میگویی؟ کشک برادر میگن دشمن شکروار میگه دوست تبروار. ها؟ دروغ گفتم؟ من دروغ گویم؟ دروغ است. در دل من غیر از زهرا دیگر برای کسی جای نیست. این را فراموش نکن. ابراهیم شاه خیلی برای چی نمیکوی زهرا را؟ میدونی که زنده چی بنا میکوی؟ چی خیلی جستجو نمیکنم. مگر به خاطر زهرا من با این لباس داملاگی صبح و شام نمیگردم؟ خیر چی شد؟ این لباسو فایده کرد مگر؟ چی شد؟ یگان نتیجه داد؟ دختر رو پیدا کردی؟ پیدا کرده توانستی. این فکری کی بود آخر؟ فکری تو بود. به یادت بیارم. ای روسیا این لباسا را که بباری من که اون لباسایی که امچی دزدیم که او با برکه بود همه را میپوشیدی زهرا خودش میافتاد. شوکت زهرا مرا چخل میابد. چهرم عوض شده است. او حتی نمیداند که من زنده ام. آخر من هم همین را گفته ایستادم ابله. او چخل تو رو میافته است. تو باید او را یابی. تو چخل کلاس هستی؟ کلاسی که من میشناختم رفته اون دختر را میافت. شوکت برای زهرا را یافتن اول باید دختر نقابدار را یابم، چون که زهرا دختر نقابدار است. برادرم این خیل باشد رفته دختر نقابدار را یاب. شوکت مثل بی عقل ها گپ نزن. پس از مردن اژدها دختر نقابدار ناپدید شد. شاید که به خارجه رفته است. شاید نرفته است. در همینجا باشد. تو از کجا میدانی؟ برای آنه که دختر نقابدار را پیدا نمایم باید کاری کنم. ولی چی؟ زینب بدوست برادر. زینب اگر دختر نقابدار باشه زهرا دختر امکشه که البته برای نجات دادنش میآید. شوکت سفسطه نگو. آن ابله ها زینب را دزدیدند. دختر نقابدار آمده زینب را نجات نداد کو؟ راست میگویی. یعنی که زهرا زینب را دوست نمیدارد. یک ثانیه وقتی که کمال سیاه ملیس را دزدیده بود ملیس را دختر نقابدار نجات داد. درست میگویی برادرم، لیکن زهرایی که من میشناختم کو ملیس گنده شو میدید. از این معلوم شد که او برایش عزیز است. بخدا نمیدونم. خیر که چیکار میکنی برادر عزیز؟ دختر نقابدار یعنی برای زهرایم را پیدا کردن ملیس را میدزدیم برادر. ابو بله. ملیس رو؟ بله. یا خدایا توبه. از ملیس پرسیدم هیچ چیز را نمیداند. اکو چیکار میکنیم برادر؟ چیکار میکنیم؟ پگاه اولین کاری که میکنیم ملیس رو میدزدیم. برادر من یک سوالی بسیار مهم دارم. ما ملیس رو در وقتی عدنان جسور بودنش میدزدیم یا در وقتی ملیس بودنش؟ شوکت چی فرق دارد آخر؟ هر دوش یک آدم. تو هم آدم عجیب هستی. یا خدایا توبه. آه زهرا، وقتی که ملیس را میدزدم تو هم پیدا شو. حالم را بین. برای مرا شناختنت با لباس داملاگی سیر و گشت دارم. قربانت شوم. آشکار کن خودت را آخر. چقدر کی گپ زدی؟ توبه استغفر الله.